سلام دوستان، حالتون چطوره؟ ابوالفضلم، خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه از چنل abdj.h. امروز اومدیم با منیج کریر مود در FC25 و تیم بورسیا دورتموند رو براشم. منیجرم آقای انزو مارسکا، سرمربی حال حاضر تیم چلسی رو انتخاب کردم و که اوضاع چلسی خیلی خدایی خفن کرده و متحولش کرده. کلا بدون معطلی بریم سراغ این ویدیو. خب بریم سراغ این ویدیو و خب اوکی. ترکیب اصلی ترکیب اونقدر جالبی نیست. من یه چند تا تغییر ایجاد بکنم اینجا. آدایمی بیاد تو ترکیب، وینگر چپمون اوکیه، فوروارد نوک چند سالشه این برادر ما، خیلی باش حال نمیکنم ولی استایل چیپ داره، اینم خیلی میتونه تاثیرگذار باشه ولی خب من خیلی چیپ نمیزنم. خب و یه ترکیب تقریبا داغونه. کاپیتانم کلا تکنیکونه هم الان انجام میدیم و برایانت هم اینجا، براند هم اینجا داریم، برایانت و اوکی. یه ادیت تکنیک بزنیم و ترکیبمون رو عوض بکنیم که از این شرایط یکم در بیه. خب فعلا وارد ریزکاریاش نمیشیم. اوکی خب بریم چند تا نقل و انتقالات هم انجام بدیم که ببخشید وارد بازی بشیم. ترانسفر هاپ 3 آرسل. اوکی از دیگه برتر انگلیس باید هم یه واسون بخرم. ما نمیدونم که داستان میتونه خوب باشه. نکته که هست اینه که من اصلا هیچ گونه پولی اضافه نکردم به این کریه و بازی هم رو حالت ورد کلاس هستش. گفتم که من یکم بازی برام سخت‌تر میشه رو حالت دیگه و یکم نوبم، همونطور که در جریانش هستید. اوکی خب اول از اینا ما دفاع چپ و راست نمیخوایم و به نظر من اوکی هن. یه مهاجم نوک خیلی خوب میخوایم که جکسون میتونه انتخاب درستی باشه. استعلام شالات دادم بگیرن. خب به شورت لیستمون اضافه میشه و اوکی. از لیورپول هم رایان خرافنبرگ رو میگیریم که واقعا ستاره مناسبی، مورد علاقه منه، بسیار مورد علاقه منه. و آقای کناته. خب تا اینجای کار خب اوکی بوده و یه دفعه وسط هم میتونیم از منچستر سیتی ورداریم چون اون هم بالا خوبه. دوکو برای چپ خوبه ولی خب بازیکن چپ داریم. بله سلطان رو میتونیم بخریم که خیلی باش حال نمیکنم. بعد سبیو هم خوبه آخه ولی خب نه. هافک همون هم یه دونه هافک وسط دیگه میخوایم که تاتنهام چی نداره، هیچی اصلا یادم نمیاد چه تیمی واقعا اون هافک وسط مورد نیاز من داره. بونوسار هم خوب نیست. اوگارته منچستر اگه بتونه هافک وسط بازی کنه عالیه. مینو هم هستش، مینو هم جذبش کنه. باره مینو هم جزو مصونای خفنه که خب این شد شورت لیست ما. من خب همه اینا رو هیچ کدوم استعلام نزدم ولی الان جکسون استعلام زدم چون جکسون یکم رو شک و تردید دارم. خرافنبرگ رو 100% میگیریم، هر جوری هم که شده میگیریم. 62 میلیون چقدر بد. باید با فروش بازیکن اینا رو به دست بیاریم دیگه. خب مارسل سابیتسر به درمون نمیخوره. خب خرافنبرگ مثلا تا سقف 5 میلیون 60 میلیون هست دیگه. بعد درصد هم میخواد. اوکی درصدش من
کاری بهش نداریم. خب بریم هافک دوست داشتنی لیورپولیا رو بگیریم. نقش خیلی مهم تو تیم. 8 ساله دیگه، خیلی جوونه، 22 سالشه. تو 27 سالگی هم آزاد میکنه، 27 سالگیش هم خدای جوونه. و حقوقش هم همون روندایی که خودم میدم باشه. میدونم دارم بالا میدم، ولی خب دیگه چیکار کنم، میترسم که نیا، چون اینا ستاره هایی هن که واقعا واسه تیمم میخوامش. اصلا کرافنبرگ نباشه من نمیتونم بازی کنم. مشکلات منه که یه تازه 30 هم گرفتیم، چقدر بد بود. من فکر عالی نقل و انتقالات رو انجام دادیم. خب با توجه به اینکه هنوز اون یه هافک 23 ساله وسط داریم، میریم سراغ جکسون، چون ما اصلا مهاجم نوک افتضاحی داریم. خب فقط امیدوارم که به اون بده اینو. همین 46 میلیون اوکی دیگه، موازه شد. 10 میلیون 10 میلیون اوکی. آقای نیکولاس جکسون که تو داخل خود به اصطلاح چلسی شاگرد انزو مارسکا بوده، حالا در داخل بورسیا دورتموند هم در حال حاضر واقعی نبود، شاگرد آقای انزو مارسکا خواهد شد. الان دیگه شد. جکسون دوست داشتنی که نه، بگه کلمه دلبری کرد خودش دیگه. خب با توجه به اینکه زوله رو داریم، هنوز واسه خل کناته اونقدر عجله ندارم. بریم ترکیب بچینیم. به آقا امرجان هم که داریم. خب این اوکی ترکیب بود. خب زوله بیاد به جای امرجان بره وایس به جای گروپ اگه اشتباه نکنم. و خب اینجا به یه مشکلی هم خوردیم. بره هافک دفاع میتونه باز کنه دیگه. هافک میتونه باز کنه. خب حالا زوله اونقدر خیلی اینجا خوبه در سرویس. زوله فقط امرجان بازه که اونجا خیلی خوبه. حالا فعلا زوله رو میشه میبینیم که امرجان مثبت 4 خیلی خوبه، ولی یکم سنش بالاه، 30 سالشه، اونقدر مالانی مثل این که. ولی زوله جوانتره و خدا رو شکر بازیکنای خوبی داریم. حتی مهاجمه که داریم هم اونقدر خدای سنش بالا نیست. خب اینجا چقدر همه کارا رو گذاشته داره به برانت. کاپیتان که کوبه قاعدت. آره خب همین دیگه. کاپیتان برام مهمه، نمیدونم چرا واقعا. خب من اینجا یه حرکت باید میزدم. من همین باد خورده این پشت جکسون چلسی و برو پشت کرافنبرگ لیورپول، اینا که اومدن تو تیم ما اینجوری که زده باید تمدید کرده باشه. تمدید نکردن آقا اینا. در صورت من اینا رو درست کنم بعدا بریم. خب یه چک بکنیم اخبارو. 3 تا آفر برامون اومده، بریم یه نگاه بندازیم. 1 میلیون به به 18 سال فعلا نمیدیم. 41 میلیون میخواد واسه این هافک 23 سالمون. گفتم خیلی هم باش حال نمیکنم، همه الان بدیم بره. خیلی هم خدای هنر کردیم، قیمت بالایی هم داره میده، هافک وسط هم ندارم. بدبختی رو این چکم که نه. فقط یه پول کلونی خدایی به ما بده. 5 میلیون واسه یه همچین هافک خدایی خوب. نه 45 میلیون دیگه پایینتر خدایی ظلمه دیگه. شاید بدم ولی ظلمه دیگه. نه 45 میلیون خدایی نشد. با خواستم 44 بدم دیگه، خیلی ظلمه خداییش.
یه استوب دیگه بزنیم، آفرا رو یه چک بکنیم. برو بریم. یش گیر دارید به اینو، مثل بلاکشون رو میخور. اینم 17 سالشه، نه اینم 17 سالشه. یعنی هرچی بازیکن خوب و جوان ماده. چی شد؟ نه چی کسه. اوکی. اینایی میخوام بردارم ببرم. خب جام دوستانه که قاعدتا این که پول بهتری میده رو برمیداریم. خب بازی بورسیا دورتموند و ناپولی ما چیزا رو دیگه بازی نمی‌کنیم دیگه، اینا بازی نمی‌کنیم، بازی دوستانه رو بازی نمی‌کنیم. خب بریم تو مچ دی و اسکیپ بزنیم و کویکسیم. اوکی 2-1 امره جان آقایمی. امره جانه داره خوب خودشو نشون میده، دمشون گرم. دم امره جان یعنی گم دیگه، با سنش بالاش داره خوب باشه. نه 18 سالشه، چقدر جوون داره دورتموند. اوکی اتلتیک بیلبائو. یه مچ دی و کویک سیم بزنیم و تمام شه، چون میخوایم یه دستم بازی کنیم و دیگه تمام شه. وای 2-1 باختید، جکسون گل زد. اوکی بازی لیگ مونده، من واسه بازی لیگ تمرکز کردم. بعد یعنی بچه‌ها واسه بازی لیگ تمرکز کردن که الان دیگه 18 سالشه، 19 سالشه. برو یه پولی دست ما رو بگیرد دقیقا. داشتم چه کردن همه 17 سال و 19 سال و خدافظ. خب اف هم گرفتیم، عالی بودیم، دممون گرم. خب استون ویلا یک کویکسیم دیگه، جکسون برانت گلزنی کردن. ناپولی هم 3-2 میلانو برد. قهرمان که نشدیم. بریم ترنسفر رو چک کنیم. 3 میلیون معلومه اصلا خوبیه. 5 میلیون اگه بتونیم 5 میلیون بدیم بره واقعا میتونه خوب باشه. اوکی همون 4 میلیون بده بره بود. هیچ پولی دستمون رو نمیگیره جدیدن، نمیدونم چرا. و اوکی رفت، اصلا نباشید. خب اولین بازی لیگمون هم با فرانکفورت. یه لحظه یه حساب بزن، مچ دی دیگه خوش حساب. اوکی نه اینو نمیخواست دنبال این نمیگشت. این نوتیفیکیشن بریم اینجا. یه پیشنهادات بود. 19 میلیون. اون 29 سالشه، خیلی جوان‌تر تصورش کرده بودم. میخواد بره لورکوزن، یکی از رقبای تیم خودمون. عالی. مینو هم جذب کردن. اینا مثل این که دارن رقابت با ما میکنن، نمیخوان ما بازیکن بدن. همین سادگی ها. فیلم هم دادن رفته مثل این که. خب اوکیه، من اینو 21 میلیون دیگه خیلی شونیم دیگه، بفروشیم دیگه. قبول دفاع چپ میخوای چیکار؟ گریمالدو رو داری دیگه، من که نیمکت گریمالدو رو بخوای بازی بدیم. خب بچه ویدیو هم دیگه طولانی شد، تا الان همجوری یه رو گذشته و دیگه ادامه این ویدیو رو تو پارت بعدی براتون قرار میدم و ممنون که تا اینجا ویدیو نگاه کردید و دمتون گرم واقعا. اگه خوشتون اومد این ویدیو رو لایک کنید، چنل منم سابسکرایب کنید که پارت دومش هم براتون بذارم
و تا دور دیگه بدرود.